کانال اویلا تیجی، روز و روزگارتان با خیر و شادی باشد. برنامه مهاجرتی به خطر است از کانال ما و بیننده های گرامی. ما امروز میخواهیم که در برنامه وابسته به موضوع کسب‌های سردرآمدی بازار کاری انور بابویف، مدیر بخش مهاجرت اهالی انستیتوت اقتصادیات و دموگرافی اکادمی ملی امریکای جمهوری ترکیه پیش از سفر مهاجران مهنتی در شهر خوش آمدن به استودیو کانال اویلا تیجی و بیننده های گرامی. به خاطر اون ما این موضوع را انتخاب کردیم که خیلی زیاد نفران مراجعت میکنند و همینطور از اون هم شکایت میکنند که میارند و با کدام کسب و کار باید مشغول بشوند تا آنکه مبلغ خوبتر به دست بیارند. به این خاطر ما خواستیم که این موضوع تشکیلات های جمعیتی که در کاری میکنند آموده شده است. و در اول میخواهم برای بیننده های ما بگوید که بازار مهنت تا کدام اندازه دیگرگون گشته است و امروز طلبات به کدام کسب و هنرها بیشتر شده است. مهاجرت مهنتی جهت متشکلانه سفربر کردن مهاجران مهنتی به خارج سال 2022 و 3 ماهه یکم سال 2023 با شرکت بریتانیای کبیر قرارداد همکاری بستند که متخصصان را برای جلب متخصصان ساحه کشاورزی را برای انجام کارهای موسمی در ساحه کشاورزی دعوت میکنند که این کبیر مهاجران ما سفر میکنند و کار در آنجا کار میکنند با معاش. کسب‌های نوی زمانوی مثلا کار در مهنت‌های تکنیکی که ساحه نو هستند از جمله سایت سازی، فیلم سازی و غیره در جمهوری ما با جوانان آموخته می شود تا آنکه از روی این سمت هم کار کنند. البته عموما کسب‌های برنامه‌سازی، سایت سازی، عموما کار با کامپیوتر در زبان انگلیسی و اون کسب فعالیت دارد. مرکز تعلیم کارآموزان و مرکزی زمانوی است و این مرکز توسط حکومت پیوسته کسب خصوص رو می‌آموزد. کسب خصوصی در بازار ملی برخی اونو نیاز دارند. بنابراین شهروندان میتونن که با مرکزی مذکور مراجعه کنند و اون کسبی که در خارج کشور زبان هستند برای فعالیت کاری در اونجا معلومات گیرند و تعلیم گیرند. خب تشکر میکنم و فعلا طلبات اساسی بزرگ تکرار میکنیم باز هم حجت داشتن، حجت تعلیم کسبی و بعد آزادی کار برآمدن، چون که وظیفه خود رو نمیگذارد که همینقدر ساعتی کاری است. کاری بود از ترتیبی نظام انجام گذاشته باشه و البته کسبیت انسان است و البته زبان خارجی دونستن. خب تشکر میکنم و تلفن ما هم فعال است. اگر بیننده های ما عین حال ما رو دیده ایستاده باشند رقم ها چون که گفتیم فعال است 92 743 1008 و همینطور سوال های خود را بگویند، حتما پاسخ میگیرند از جانب کارشناسان. و دهقانان آیا با مهاجرت کاری روند؟ بهتر برای بریتانیا کشاورزی. بله با کره میتوانند که روند. بعد طلبات اساسی آن کشور این است همون کسب دهقانی باید برآیند و آنها میتوانند با خدمات مهاجرت و هستند شرکت های خصوصی که با انتقال قوای کاری به خارج مشغولند مراجعت نمایند. که من و شوهرم میخوایم اویلوی به یگان کشوری اروپایی به مهاجرت مهنتی رو میفته است. در داشته باشد اون کسب و هنرها در آن جا به کار میرود که ما اون کسب رو آموزیم بعداً به کشوری اروپایی رویم. بسیاری خدمت موجود اگینتی بکنم. بله آنها میتوانند اویلوی و اگنتی به کارتنی در خارج و خدمات مهاجرت مراجعت نمایند
دارنده دیپلم یا سرتیفیکت یعنی سمتی که آنها میخوان با کار روند باید داشتگی باشند. زیرا با هم گفتیم خیلی در اول قید کردیم با شرکت های بریتانیا کبیر همکاری دارد. در آنجا آنها نمیتوانند که اولوی روند تو باید یک نفر روند بیاد. حالا بود ادامه میدین. یک نفری هستن در خط علاقه. الان سلام علیکم. علیکم السلام. مرحمت. من شهروند شهر زنها در ترکیه کار یافتن ممکنه؟ در ترکیه؟ بله. سلامت باشن. در ترکیه برای زنها کار یافتن ممکن است؟ کار دارد. هست بله کار معلومات در دست ما است. با این کار اگنتی با کار تامین در خارج با همین جمهوری ترکیه سازشنامه همکاری دارد و آن در ساحه‌های اصلا در مهمانخانه ها و فراشی. سوال دو دست بید منچی ندارن بر روسیه رفتن یا اولین مراتب به مهاجرت می روند است. شما با من چی توصیه می دهید؟ اولین مراتب می رفت است. اکنون توصیه می خیلی است که هنگام سفر به خارج حتما شهروند باید که شهادتنامه رسمی شده باید با کسبی معین شده. من سخن روسیه این شهادتنامه قابل قبول است در روسیه. و البته هنگام چون این فعالیت عملی نمودن این شهروند میتواند که هم معاش خوبتر گیرد هم طلبات خود رو در نزد کارگران پیش و البته رسمی تکو به توسط پاتنی که توسط اجرات کار باید که فعالیت خود رو انجام میده. خب در یک نفری هستن در خط علاقه میکنم و گیشتن شهادتنامه اگر نداره شهادتنامه گیشتن شهادتنامه در مکان استالین کلاسون کورس‌های کوتاه مدت است. یک هفته نه 10 روزه 2 هفته نه. الو سلام علیکم. علیکم السلام. مرحمت. چی سوال دارید؟ مرحمت. یک سوال داشتم. میخوام که آلمان به مهاجرت میخواستم دونم در آلمان. سلامت باشن. تشکر میکنم. نه کارگرها احتیاج دارد میگن. میخوام به آلمان از بسیارتر و دونندگانی کسب‌های اگر ولی چیزی که در اول ما قید کردیم با گرفتن روابط این دانسته مشارکت لازم است و آنها میتوانند که با شرکت‌های خصوصی که با انتقال قوه کاری به خارج مشغولند با آنها مراجعه کنند یا اینکه بسیارتر از شبکه‌های اینترنتی نیز میتوانند استفاده کنند. بله. خب تشکر میکنم. یک نفر دیگر هست در خط علاقه. صحبت انجام شود و یک سوال دیگر هست. خب آیا گرین کارت برکه دارن میگه؟ بیاید این شنونده اول قبول میکنیم بعدا به این سوالی شنونده دیگری ما که روان کرده بودن پاسخ میگیم. الو سلام علیکم. علیکم السلام. مرحمت. چی سوال داره؟ بخش مستقیم. بله بله. من یک سوال داشتم. خب من دکتر هستم. من مدت 10 سال شد میتوانم رسمی نمیدونم با کدام راه گشته میروم. برای همین شنیدم که یکم برنامه دولتی هستن که مثلا برای دکترها و دیگر شما با کدام مکارفته میتوانیم طبیب. خب سلامت باشن. حالا هم ما با همون خیلی طبیب‌های ما زیاد رفتن. ما هم خود ما هم به همون دکتران نیاز داریم. ولی خب سوالشان فکر میکنم که به موارد بود. البته خانم سوال دادن در اصل برنامه کوچک خیلی و هنگام مقاماتی در اونجا یک چند منطقه روسیه نامگذاری شدن که روسیه قبول میکنه دکتران رو. بله. لیکن به ماموریت دکتران، معلمان، عالمان و کارشناسان برای خصوص در هر یک کشور طلبات خود رو دارند. و من گفتن هستم که من با یک سوال که ما باید که شواهد رو بتونیم معرفتی حقوقی و معرفت تکنیک خود رو بلند برداریم. این جهان اینترنت است. کار میکنن و خب مهران شاه
چی سوال مرمت؟ من از بری تنها هستم میخوام به مهاجرتی مهنتی رو معلومات و کسب و کار ندارم میخوام کودکان یا انکه شدم یا اقام کمپیرگی کلانتاری بیرون رو نگاه کنم این میگم که از که مستیسر نباشه قبول نمی کنم این که برای اقام کورسی کوتاه‌مدت یا جای دیگری هست که من به این زنهای بی‌معلومات برای یافتن کارهای سنتاری و کودکان مهاجرت رویم ولی کسب و دریافت و آموزش همون کسبی که آنها گفتن کودکان باشد یا کاری میتوانند درخواست کنند و برای به مهاجرت رفتن و کاری موافقه شده آنها میتوانند به اگنتی بکارکمکنی در خارج مراجعه کنند. خب تشکر میکنم و میخوام به عنوان دولت خارجه و مهاجرت مهنتی باشم. حالا این که از همین سوال‌های شنونده معلومه که پیوسته اکثر است. دختران میخوان که به مهاجرت روند و خوب همینطور میخوان در خارج کشور کار کنن. خوب و رجون اینجا یک نفر هم نوشتن که فیروز کمی بلندتر حرف زنه که ما اینا همشیره شفقت هستن میگن که با دیپلم ما در خارج کشور به کار میرود. سوالی پیشی نیست. در آنجا گفته شده است که حجت‌های یا که شهادتنامه کسبی دو جانب قبل است در آن کشور. لیکن هنگام رفتن با دیگر اگر بررسی نمونه شده باشد حتما دیپلم خود را باید به زبان روسی ترجمه کنند در اداره مقامات ناتالی سویا. اگر با دیگر کشور باشد این البته معلومات در روسیه است. این درباره کشوری اگر اروپا است یا اروپا با دختران تاجیکستان رو باید که باز هم تکمیل کنیم فیروز شامل کنند توسط اگنتی با کارتنی در خارج کشور. اگر کاردان خارجه در خصوص رسمی نیاز داشتن با اون نموده که با این اگنتی پیش کرده باشند اونو پس معلومات پورا داده. یک نفر دیگر است بیاید. سلام علیکم. علیکم السلام مرحبا. بله فیلم مستقیم است مرحبا. داشتم من بیزنسمن در اروپا رو میخوندم که در اروپا چه موضوع بیزنسی برای میمونه رو ترتیبش مراکشیان توجیه خارج کشور بعضا از شهروندان دیگر کشورها با سودا چقدر که گفتم بیزنس سر کار میکنن مبلغ خوب در به دست میارن. مهاجرین ما اکثرا میبینیم که میرن کارهای رو انجام میدن که خب خیلی زحمت میکشن اما مبلغ خوب به دست میارن. ولی سوالشون هم درست است و اگر این نروند تاجر کار کنن و سوالشون هم بود آیا موفق میشن یا نمیشن؟ اگر تاجر اگر لازم مقامات اگنتی با کارتنی در خارج کشور بله هیچ شخصیت است بنابراین چه فکر توی کاردهندگان این زمان با تاجر نیاز دارن؟ نه بلکه این خیلی نیست. طلبات نیست. این از فعالیت کاری اگنتی با کارتنی که خارج بیرون تر است این دیگه فعالیت است. خب تشکر میکنم و به یک نفر دیگر نفر الله سلام علیکم. علیکم السلام مرحبا. مرحبا. من اولین مرتبه به مهاجرت جای کاری عمیق ندارم ولی مجبورم که روم چون که شرایط زندگی بسیار وسیع است و دیگر علاج ندارم. میگفتن که در حال بچه‌ها مشغول شدن کارهایی هست که کار آموزن یا یعنی جای کاری عالی افتادی هست. خب سلامت باشن. تشکر میکنم. فیروز در بالا اشاره کرده بودن در این مورد و بیاید باز برایشان معلومات پورا بدهید نفری که میخوان و کار برای کار ولی به دست آوردن برن. این خانم میگن که من اولین بار است که ندارم. خب اولا میخوایم که یک توصیه دیم که توصیه ما همین است که آنها باید کرده توصیه هستیم که بعد و مهاجرت روند در حالی که آنها کسب و کار نداشته باشند میتوانند که با مرکز تعلیمی کلانساران جهت کسب آموزی مراجعت نمایند و پس از ختم کورس‌های کوتاه مدت مهاجرت مهنتی. بله سلام. سلام علیکم. علیکم السلام. این برنامه پیام‌های است؟ مرحبا. بله چه سوال داره؟ داشتم همین 20
مثلا پروگرامیستی خوندگی همه میتونه که روسیه یا اروپا جای کاری و بدو یکم فعالیت کردن میتونه هم جدا. سلامت باشن. فرزندتون برنامه سازن پروگرامیست ها داره این نفران روان میکنه چونه یعنی طلبات همین هست پروگرامیست طلبات داره پروگرامیست تا برای روسیه برای ژاپن هست که اون هم توسط آنلاین میتونند که رزومه خود را پر کنند و در صورت قبول شدن میتونند که با آنها روابط کاری پیشنهاد کنند و رفتن کار خود را. چند سوال های هست که باید خودمون هم بدیم. من خواهش میکنم از مهرانشاه این نفر آخرم فکر میکنم. الو السلام علیکم. علیکم السلام. مرحمت. نت کالج دارم. میخواستم که بفهمم که اما مهماناتون میگفتم که به همه دیپلوم ها خب به همه دیپلوم ها با دیپلم شما چی؟ کار کردن ممکن است در خارج همین نگفتنه؟ اون بیشتر همین طبیبان و معلمان ما خارج کشور میروند و طبیبان ساهای اجتماعی است و روزشان نگذاشتن معاش کم بودن اینا میخوان به خارج کشور. خب حالا سوالشون دیگر فهمو شد و هرچند پاسخ گفتید بید برایشون بود چیزهایی نشد دیپلم قبول است. در مثال کشوری روسیه و قزاقستان در میزیم چون با این کشور ما رسما داریم سویشتم و در اونجا قید شده است. نمای کسب است. بله. لیکن اگر خطر نگم با کشوری قطر این گونه بفکنم این خیلی مدرنی است بفکنم که به هر حال ما چند سال تکرار دیده ایستادیم و گفتم روزی است که امروز هر یک شهروند میتونه توسط اینترنت هم کاربر پیدا کند کشور پیدا کند و اگر اون قبول کننده باشه اگر و میتونه که حجت‌های رسمی خود آماده سازد لیکن حتما حجت رسمی گردونی لازم است و پیش از سفر حتما مقامات رسمی توسعه و رسمی خدمت موجود با کجا میرود چون که این باید گفتن میشه یکم مقامات رسمی توسعه باید که در تماس باشد و در خارج کشور هستن سفارتخانه تاجیکستان کنسولگری هستن و در روسیه نمایندگی افراد ملت موجود شغل اولی و به حل مسائل موجودات وجود دارد و با این ساختار رسمی توسعه باید در تماس باشد. خب تشکر میکنم و اینجا چند سوال های دیگری که قبلا آماده بکنم. در مرکزهای تعلیمی کلانسالانی که در تابعیت وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی هستند و با کلانسالان غیر از دوریدگری و طب باز کدام کسب رو می‌آموزند؟ کازم میگم اگر معلومات من گفتم روز است که مرکز تعلیم کلانسالان سال 2009 تأسیس یافته است و این مرکز نه تنها کلانسالان رو می‌آموزد این تجربه کشور آلمان است چون که در آلمان مسائلی که در شهر قره‌بلو در دوشنبه جایگیر است در آنجا هم جوانان می‌آموزند کسب و کار هم سن سالی می‌آموزند و در آنجا حدود از 25 نمود فعالیت کاری یا که کسبی که امروز در جامعه جهان طلبات دارند آموخته می‌شود و حاضر گفتم ممکن است که هم آیتی تکنولوژیا هم دوریدگران ساختمانچیان و دیگر طبیبان و دیگر نمودهای کسب و کار می‌آموزند لیکن اگر برای شهروند لازم باشد به این مرکز تعلیم کلانسالان مراجعه کند در اونجا هم مصلحت‌های شما به مهاجران در کدام کشور با چی کار مشغول شدن مبلغ در به دست می‌آورند اروپا را هم به کدام کشورش باید چگونه کارتونه و یا به روسیه یا به قزاقستان یا به کره و به هر جای دیگر کشورهای عربی هر جای دیگر و بازی گفتنی ما فیروس نسبت کدام کشور و کدام موزیمیت است گفتن دشوار چون که این کاری انفرادی است و وابسته به کسب اختصاص است ما نشتی بودیم با فکر معاش خوب است بله در روسیه در اروپا شاید زیادتر باشه بنابراین باز تکرار میگم میزنه که هر شهر از موزیمیت کدام کسب طلبات در همین بزرگ مهنت مثلا
خوب میدونید که در روسیه به فرض مثال کفشیرگرها چگونه که نفر گفتن درآمدی خوبتر به دست میگیرن، یا روایت که اگر من تاکسی کار کنم در اونجا خوبتر به دست جنوبی میرویم، کشاورزان در یک روز به فرض مثال حدودی $100 یا $150 درآمد به دست میارن. این رفتن این درآمدی خوب است. و همین خود کشورها رویم مبلغ خوبتر به دست میاریم. یعنی همین توصیه کنم که ما کدام کشور رو کدام سمت باید دونیم. من از روی معلوماتی که ما داریم البته نسبت به روسیه، کشور اروپا، کره جنوبی یا که ژاپن یا که امریکا البته موزیمیت زیادتر دارن. چون کدام کسب کار دارد از کسب کاری خود میرود. بله. با انجام فعالیت کار. و بنابراین اصلا انفرادی از باید خودش چقدر علل خصوص از خود او که بازینه وای در موجودیت مهنتی گذاشته شده است چه خیلی میبراید. مثلا از طلبات به بریتانیا کبیر خیلی هم زیاد شده است. کوتا برای جلب شهروندان خارجی برای مهاجرت مهنتی آماده برای سال 45,000 باید مهاجر در سمت کشاورزی باید قبول کنند. از جمله این 2,000 تنها باید شهروندان جمهوری تاجیکستان را قبول کنند. همونجا نیست همین خیلی است که کار در ساحه کشاورزی است که طلبات و این خیلی هم زیاد است. آوردن آنها از خود آنها وابسته است. آنجا ساحه کشاورزی است اساساً حاصل هندوی است. استاد همیشه چگونه که در برنامه‌های قبلی هم گفته بودیم همیشه میروند 10 سال کار کرده زندگیش تغییر نیافته است. او مثلا به فرض مثال ساختمان کار کرده در 10 سال چیزی هم نکرده است. مثلا خانه ساخته نتوانست است، نمیدونم یک کار دیگری را انجام داده نتوانست. مبلغ کار میکنه فقط رشد کرده توانید. مثلا در همینجا هم باید رشد کنه. اکنون اگر گازینیم نسبت فعالیت کاری موجود در خارج کشور و نقش آنها در رشد هم جامعه تویستان و هم در رشد اولوی ما. بله. نسبت مثلا تدخل سوسیولوژی وجود دارد. واسه اون تدخل سوسیولوژی که ما در اینستیتوت دموکراسی برای خوندیم بهتر گشت. اگر ما از شهر نویر رو بینیم اگر بینید که تا کدام اندازه خانه‌های نو زمانی ساخته هستند. حساب چی است؟ زیادتر تاجیکستان اگر خاطرم در دوره 1600 سال است. باید روز برای خانه زمانی ساخته میشود. البته نه. و بنابراین ایسوی مبلغ موجود است. البته نسبت مثلا بود که خیلی فکر کنیم چون که اگر 67 روز گفته باشم در پوشش احوال خانواده و بهتر شد من خانه ساختم زمین آباد کردم در دو هم آینده و هم برای کشوری قبول کننده مهاجران و برای اولوی مهاجران. لیکن گفتم لازم است که باعث میونه از 5 تنها یک حصه فعالیت کاری که مبلغی که موجود میگن در خارج کشور به وطن خود انتقال میده مبلغ رو. لیکن از 5-4 حصه خود این مبلغ باقی در خارج کشور. یعنی که وضع موضوع همین است که اونها در رشد اقتصادی هم کشوری قبول کننده و هم کشوری خراجات مهاجران هم خیلی زیاد چگونه که گفتید و مبلغ کم وارد به کشور وارد میکنن و برای خوب کرده بودن. خود مثلا ترک‌ها را میگیم، ما ترکان کشورهای بود، یک کشوری بود مهاجر خیلی زیاد داشت در اروپا. ولی مهاجرت اونا طرز دیگر بود. اونا با مهاجرت میرفتن رشد میکردن، مثلا خیلی کشورشون رشد میدادن. مثلا وقتی که میرفتن گفتیم در برنامه دیگر که بیاید درآمد خوب به دست بیارن، در موقع پیدا کنن و همیشه کار خیلی سیاه نکنن در خارج کشور. من گفتم از این است که یک مثال عادی است. از روی تحقیقات‌های کارشناسان علوم روسیه سال 2019
سیم تویستون در محصول داخلی کشور روسیه 658 میلیارد دلار تشکیل داد. یعنی که اگر سال 2019 تقریبا اگر با تویستون بیا از 5 میلیارد دلار مبلغ موجود رو برای کلان است. واسه خود شما درست است. برای اینکه خودی تاجیکستان سمجوری موجود هم در اولو هم در وضع اقتصادی توسعه بهتر گردد، باید که فضای بهتری سرمایه‌گذاری باید باشد. یعنی که مفهوم دخول توریستان باید که چنین شرایط فراهم بیاره از مفهوم مالی سر کرده. که موجود هم واقعا هم فکر میکنم اگر در این مسئله صحبت کنیم ساعت ها صحبت می شود و باز میبینید که چیز برای اکثر بیننده ها و وقتی ما هم اینجا ساعت اشاره دارد که خاطر من میخوام که در اینجا به برنامه یادرس میکنیم بیننده های گرامی با ما بود و هستن، یعنی ایشون متخصص هستند و اینچنین جوانی خیلی خوب آینده بخش و اینچنین خیلی پاسخهای سزاوار هم دادن در بعضن از سوالهایی که از جانب بیننده ها و اینچنین ما شد فیروز مرادوف هماهنگساز مؤسسه دولتی مرکزهای مشورتی و آمادگی پیش از سفر مهاجران مهنتی در شهر دوشنبه که به سوالهای مخصوصا مهاجران گرامی وقتی شما به مهاجرت میروید کارهایی را انتخاب میکنید که اون مبلغ خوبتر و بهتر دارد و امید و آرزو میخوایم که به برنامه امروزه مهاجرتی به خطر حسنی انجام ببخشیم و بیننده های گرامی با یوتیوب کانال آیل تیجی بمانید و ما برنامه های خوب دیدنی برای شما پیشنهاد خواهیم کرد.